این بچه پیرسه شدگی من از این زن هرگاه کودکانش را یاد کند به عکس و نوارهای آنها می‌نگرد. 2 سال پیش با دلیل کمبود سندهای بود و باش از روسیه به تاجیکستان اخراج شده است. وی میگوید شوهرش در روسیه اجازه نمیدهد کودکان با مادرشان تماس گیرند. فرزندم میگه ما را غم می‌تیه، ما را میزنه بسیار. در پروری رو ما میزنه. بچه دیگه ما بسیار غم می‌تیه. میگه بچه کلان ایه پیرس آمدگیش اوچای چینه میگه مرا میزنه بسیار. من میخوام که فرزندو در وی خدم باشن که خودم نگاهشان کنم. من نمیخواستم زندگی ما جزیر شود. من یگان جا مراجعت نکردم به خاطر زندگی خرسندی قطعی سیمو کانیکول در روی که بیایم نه تلفن ما جواب میتیه نه وای میکنه نه پول روی میکنه. ما علم میگم پول روی نکه درکار نیست. هم فرزنده را نگاه داری بس یه بارک من پرس ایتا همیتا 1 سال 2 ماشین نه بس صحبت تلفنی داریم و نه وای قطعی نه پول روی میکنه وپشه گودکا قطعی هم وای نمیمونه که ما گاز الوکه قینه ده فرزند جیده بودن قینه برای مادر قینه بی حد. در بیشتر از 9 سال مهاجرت مهنتی سوریا با مشکلی‌های گوناگون روبرو شده است ولی این بار جدایی طولانی از فرزندان را با سختی تحمل میکند. فکر میکند چنین وضع برای فرزندانش هم آسان نیست. همسایه قطعی گاه میزنم میگم که فرزندای مرا میبینید چخیلی چه تلفن و یا گاه میزنم یگان بار و خشون زنگ میزنن یگان خشون زنگ میزنن. بچه کلونیم زنگ زد که اوچه ما بالینسا دایم خیلی ما اپیراسا شدم اپینسینش 3 جا کافیدگی بعد گفت ما بالینسا دایم خیلی برای موزیق نشه روم ایزو نکشیده 4 اینا گوده که 13 ساله را برده کار دموندگی ادیجده آبوفته کار کدیسه. سوریا همراه شوهرش در شهر کراسنویارسک زندگی میکرد. شوهرش میگوید با تماس کودکان با مادر زید نیست ولی به تاجیکستان بردن آنها را مقامات روسیه اجازه نداده است زیرا خود شهروندی روسیه را دارد و کودکان در این کشور به دنیا آمدند. حسابی همین سود میان میبینن جای خوش و خود افراد و سر دهنش و در مکتبم میبینن پیش قدم خوندنش و همش زبان روسی میخونن جاکر 100% یا در حسابی همین نظارت همین سوتنه نگاه شو مینن اگر من اگر یورا گشنه میموندم لیج میموندم لاد میکم قین میکم ایدست میگفتن صغیر خونه شو میبردن. این مرد که در گذشته با همسرش همدیگر فهمی نداشتند برای دیگر باره سرجم شدن خانواده بعضی شرط‌های دارد. حالی هم ای خوش بگرده گپی بحفیش بس کنه در خونه بشینه خیلی چی کنه این بچه ها 14 ساله شن بیان پاسپورت بگیرن بر زاولی نویسن در یچش و هوی کنن چی کنن من زنی هوی کنم ندارم منم نگهش مینم الحمدلله. سوریا میگوید بعد این همه دیگر نیتی زندگی با محمد نعیم را ندارد. یگانه خواهش او به تاجیکستان آوردن فرزندان و همراه با آنها زیستن است. یک حقوقشناس مقیم روسیه که برای پیش نآمدن مشکل در کارش نخواست نامش ذکر شود بر رادیوی آزادی گفت این زن بر اساس قانونگذاری‌های روسیه میتواند کودکان را به تاجیکستان بیارد یا خود شوهرش نیز بدون هیچ مشکلی حقوقی چنین کارو کرده میتواند. وی تاکید نمود که در چنین بحث‌ها برتری به آن داده می‌شود که کودکان از مادر جدا نمانند. هر سال صدها هزار کارجوی تاجیک برای دریافت جای کار مناسب به روسیه می‌روند و درباره تاثیر این روند به حیات و زندگی کودکان جدایی آنها از پدر یا مادر در گذشته نیز نگرانی‌ها وجود داشت. سوریا عارفова بعد از سالها در مهاجرت مهنتی حالا به چنین خلاصه آمده است. زنها به می تاجیکستان بیان چیکران چه مامو مهاجرتی که ما را به شتا میزنن مادرای تاجیک قضیه مصر و میکنن حساب نمیکنن مردم روسیه به همون خاطر من میخوام که بر بگردن در وطن کارخانه بسیار شوه کار کنن عذاب نکشن تو که کودکا از پدر و مادر بی وای نمونه بی سرپرست نمونن